من خیلی دوست داشتم با این صدات یه ضبط هم بریم که حالا خیلی هم فرق نداشت، ولی خب باز هم صدای خروسی تو رو ما ضبط کردیم. آیدا یادگاری بماند در پرونده این کلاس. این همه من اصرار کردم که تو بیایی، به خاطر دقیقا همین بود. امیدوارم منو ببخشی، ولی خب دیگه من این کاری کردم. و ما میریم سراغ روش‌های تستی فوق‌العاده قشنگ آب و یخ. این هم از PDF. خب PDF رو میبینید؟ اوکی، این آماده، این همه قشنگ، حواسا جمع. خب بچه با دقت گوش بدین. خب بعد یک خوردم عجول نباشین. چیزایی که من میخوام بگم پله به پله همه سوالاتتون رو جواب میده کم کم. اگه یه ذره دیدید مثلا شاید اولش براتون یه ذره سخته، فکر نکنید سخته. یه چند تا مثال که حل کنم، بعد یه خورده که بریم جلو خیلی راحت و قشنگ میفهمین چی به چیه. شروع شاید برای بعضیاتون یه مقدار گنگ باشه، شاید، نمیگم حتما. خب آقا ایمان نیومده امروز؟ نه، چون که رفته مسافرت آقا ایمان خانم. خب ما ضبط میکنیم، حالا بهشون میدیم، مشکلی از این لحاظ نداریم. خب آقا بریم. خب ما مرور رو که بخوایم بکنیم برای صادق خانی که تنبل تشریف داشتن فقط نگاه کردن، گفتیم آقا یا شرایط نهایی ما معلومه یا شرایط نهایی ما نامعلومه. که خب برای شرایط نهایی معلوم ما اومدیم اون هدفی که داریم رو می نوشتیم و از دو طرف موجوداتی که داشتیم رو می رسوندیم در واقع به اون هدفمون. از هر دو طرف اینها رو می نوشتیم و خب مقدار گرما ها رو توی دو طرف مساوی قرار می دادیم و از این رابطه تساوی خب مجهولمون رو هر چی که بود پیدا می کردیم. برای شرایط نهایی نامعلوم گفتیم که خب ما وقتی که نهایتاً میخوایم ببینیم چه خواهیم داشت، خب یه زور حساب میکردیم. زور با اون کسی بود که داشت گرما میداد. ما توی شرایط نهایی نامعلوم یه فرض خیلی مهم کردیم. گفتیم فرض ما اینه که همه تبدیل بشن به آب 0 درجه. پس آب 80 ما که اینجا داشتیم تبدیل شد به آب 0. زور ما شد 48000. نیازهای ما یکی یکی حساب شد. اول یخ -20 باید میشد یخ 0. خب به ترتیب نیازها رو حساب میکردیم تا ببینیم تا کجا ما زورمون میرسه و پیش میریم، که خیلی فرایند طولانی و سختی میشد. خب حالا میخوایم این رو یه ذره که نه خیلی سریعترش بکنیم و خیلی قشنگ به جواب برسیم. چه کار باید بکنیم و به چه شکلی انجام میدیم؟ با دقت گوش بدیم. ببینید بچه ها، ما توی تمام مسئله هایی که حالا آب و یخ داریم 4 تا جمله همیشه داریم. آب ما میتونه آب تتا درجه‌ای باشه، 10 20 30 0 100 هرچی. یخ ما میتونه یخ منفی تتا باشه، منفی 20 منفی 30 منفی 40. یخ ما میتونه یخ 0 درجه باشه و ما میتونیم بخار داشته باشیم که خب بخار آب ما بخار آب چند درجه است؟ 100 درجه. ما این 4 تا موجود رو میتونیم توی تمام مسائلمون داشته باشیم. خب برای آب تتا و فلان و فلان و فلان ما گفتیم آقا فرض ما اینه که طبق فرض همه باید برسن به آب 0 درجه. میگیم بله آقا همینو گفتی، اوکی. خب ببینید آب تتا وقتی میخواد بشه آب 0 درجه، مگه جملهش MC دلتا تتا نمیشه؟ میگیم چرا. یخ منفی تتا خب تبدیل اگه بخواد بشه به آب 0، یخ منفی تتا تبدیل میشه به یخ 0 دیگه، درسته؟ مگه جملهش MC دوم دلتا تتا نمیشد؟ میگیم چرا. یخ 0 مگه تبدیل بخواد بشه با آب 0، جملهش MLF که الف قرار شد بنویسیم 80C نشد؟ میگیم چرا. بخار اگه بخواد تبدیل بشه میشد بخار اول تبدیل میشد به آب 100، بعد آب 100 میشد آب 0 دیگه. پس اگر بخار داشته باشیم MLV داریم، LV هم که گفتیم 540C. همه این جملات ما قبلا باهاش کار میکردیم. حالا چه کار میکنیم؟ ببینید توی تعادل، وقتی ما تعادل داریم، توی تعادل همیشه یک تساوی وجود داره بین چندین تا جمله. عامل‌های مشترک گفتیم اینجا خط میخورن. خب شما توی تمام مسائل بالا که تشریح کردیم مگر سی ها خط نمیخوردن؟ میگیم چرا آقا دیگه تعادل دیگه، سی ها خط میخوره. خب بعد میونه چی؟ یه ام و یه دلتا تتا. ما میایم برای اینکه کارمون راحت تر باشه
از یک تکنیک استفاده میکنیم به اسم سهم بندی. یعنی چی آخه؟ من با یه مثال براتون توضیح میدم. مثالی که میخوایم بزنیم چیه؟ همین مثال بالا رو میزنم که تشریح حل شد که دوباره همین رو تستی حل کنیم. اینجا چی داشتیم؟ یخ منفی 20 200 گرم داشتیم با 600 گرم آب 80. خب اینو من اینجا می‌نویسم با همین کار میکنم. 200 گرم، پس اینجا من 200 گرم یخ منفی 20 دارم با 600 گرم آب 80. بگو خب حالا دمای تعادل رو از شما چیه میخواد؟ یعنی شرایط نهایی نامعلومه. من میام رو جرما سهم بندی میکنم. چطوری آقا سهم بندی میکنی؟ میگم 200 گرم رو میگیرم یک سهم، 600 گرم رو میگیرم 3 سهم. یعنی در واقع اون عامل مشترکشون رو ساده میکنم. این میشه سهم بندی روی جرم ها. پس در واقع توی 4 تا جمله که من اینجا دارم M تبدیل میشه به سهمش، M تبدیل میشه به سهمش، تمام M ها میشن سهمشون. خب از جمله اول چی موند براتون؟ سهمش موند ضرب در تتا. چرا نوشتی دلتا تتا رو تتا؟ چون آب تتا وقتی بخواد بشه آب صفر دلتا تتاش میشه همون تتا. یعنی شما هر وقت آب 20 30 40 داشتین سهمش رو ضرب در دمای خود آب میکنین، کاری به تغییراتش ندارین. سهم ضرب در تتا برای آب میمونه. برای یخ چی میمونه؟ سهمش میمونه ضرب دره. خب یخ منفی تتا میشه یخ صفر، دلتا تتات میشه همون تتا، منفیش کاری ندارم. دلتا تتات میشه همون تتا ولی تقسیم بر دوش یادت نره. همون تتایی که یخ داره منفی 20 منفی 30 منفی 40 رو تقسیم بر 2 میکنیم ضرب در سهمش میکنیم. هر جا یخ منفی تتا داشتیم. جمله سوم چی موند برای من؟ سهم من موند ضرب در 80. یعنی هر وقت یخ صفر داشتم سهمی ضرب در 80 میشه، دیگه هیچی ندارم. جمله چهارم سهمش موند ضرب در 540. خب آقا اینا به چه درد من میخوره؟ حالا یه رابطه بهتون میگیم. رابطه چی میگه؟ میگه دمای تعادل مساوی میشود با تمام موجوداتی که گرما میدهند منهای تمام موجوداتی که گرما میگیرند تقسیم بر کل سهم ها. تقسیم بر کل سهم. آقا اینایی که گرما میدن گرما میگیرن به شکل چی نوشته میشن؟ هر دوتاش به شکل سهم ضرب در فلان نوشته میشن. یعنی همین جمله سهم ضرب در فلان برای هر جمله مشخصه. میشه یه مثال بزنیم ما از این گیجی در بیایم؟ بله همین مثال رو بریم. 200 گرم شد یک سهم، 600 گرم شد 3 سهم. کسی با سهم بندی مشکل داره؟ اوکی این سهم بندی مشخصه چی به چیه؟ خیلی خوب این هست. حالا میریم ادامه. دمای تعادل مساوی می شود. بچه‌ها اینجا یخ منفی 20 داری، اینجا آب صفر. کی گرما میده؟ آب. پس این میشه گرما میدهد، این بنده خدا گرما میگیرد. فقط حواست باشه قراره همه برسن به آب صفر. یخ منفی 20 باید بشه یخ صفر اول، بعد بشه آب صفر. آب 80 هم مستقیم قراره بشه آب صفر. درسته؟ بگیم بله. اونی که گرما میده کیه؟ آب سهمش چقدر؟ 3 ضرب در آب چند بوده؟ 80 خود دمش. تمام منهای اونایی که گرما میگیرن 2 پله است. باید 2 تا جمله من نوشت. پس منهای پرانتز یخ منفی 20 یخ صفر کجا بود؟ اینجا بود. یخ منفی تتا اینجا بود. میشد سهم ضرب در تتا دوم. سهمش چنده؟ 1. تتاش 20 بوده تقسیم بر 2 میشه 10. به علاوه یه پله دیگه هم دارم. یخ صفر کجا بود؟ اینجا بود. یخ صفر با آب صفر میشد سهمی ضرب در 80. سهمش 1 ضرب در 80. تمام پرانتز بسته. تقسیم بر کل سهم‌ها میشه 4 سهم. حالا میام حساب میکنیم. 80 تا و 10 تا میشه 90 تا. 3 تا 80 تا هم که میشود 240 تا. 240 تا منهای 90 40 تا کم بکنیم 50 تا میشه 150 تقسیم بر 4 میشه 75 تقسیم بر 2 37.5 درجه سانتیگراد. پس من چی دارم؟ من دمای تعادل 37.5 دارم. یعنی چی آقا؟ یعنی تمام یخ من ذوب شده، آب هم که داشتم، الان من چی دارم؟ 200 گرم به علاوه 600 گرم می شود 800 گرم آب چی دارم؟ 37 درجه دارم.
این چقدر شد؟ نیم خط شد. بالا چقدر شد؟ دهنت سرویس شد تا اون 37 بالا رو پیدا کردی. درسته؟ این تفاوت روش تستی و روش تشریحی. بله. یکی دیگه بریم. یکی دیگه. یه سوال دیگه. بریم. مثلا میگیم 25 گرم یخ منفی مثلا 10 درجه سانتیگراد با 225 گرم آب مثلا 40 درجه سانتیگراد نتیجه دمای تعادل چی میشه؟ خب بریم اینو من حل کنم براتون قشنگ راه بیفتیم. بریم. 25 گرم 225 گرم. خب تابلو یک سهم 9 سهم. اوکی. دمای تعادل مساوی میشه. خب بگیم از آب همیشه شروع کنین که گرما میده. پس میشه 9 تا 40 تا. منهای یخ منفی 2 پله داره. سهمی ضرب داره نصف دماش به علاوه سهمی ضرب داره 80 تقسیم بر کل سهما میشه 10 سهم. این میشه 85. 9 4 تا میشه 360. 360 منهای 85 60 از اونجا کم بکنیم میشه 300. 25 تا دیگه هم کم کنیم 275 تقسیم بر 10 پس میشه 27.5 درجه سانتیگراد. من الان چی دارم؟ 250 گرم آب 27.5 درجه سانتیگراد دارم. از این دیگه خوشگل‌تر نمیشه. یکی دیگه. همه رو بگم براتون قشنگ بفهمید. یکی دیگه. مثلا من میام میگم 17 گرم یخ منفی 20 درجه سانتیگراد دارم با 85 گرم مثلا آب 20 درجه سانتیگراد. دمای تعادل چی میشه؟ بریم. سهم بندی میکنم. سهم 17 میشه 1، سهم 85 میشه چند بچه‌ها؟ 5 برابرشه دیگه. درسته؟ میگیم بله. خب بریم. دمای تعادل مساوی. از آب شروع میکنم. 5 تا 20 تا منهای پرانتز یه دونه نصف 10 تا به علاوه یه دونه 80 تا تقسیم بر کل سهما 1 سهم و 5 سهم 6 سهم. 10 و 80 میشه 90. 5 20 تا میشه 100 تا. 100 منهای 90 چند میشه؟ 100 منهای 90 میشه 10 شیشم. 10 شیشم خب هر چی شد. بچه من یه از این لپتاپ به شارژ بزنم خاموش میشه. خب اینم از این. پس دمای تعادل به راحتی چی شد؟ پیدا شد. یکی دیگه. مثلا چند بگم؟ مثلا خب بگیم آقا 20 گرم مثلا یخ منفی 20 درجه 200 گرم یخ منفی 20 درجه 100 گرم آب مثلا 30 درجه. خب بریم دمای تعادل رو پیدا کنیم. خب بگیم بچه 20 گرم 200 گرم 100 گرم 1 سهم این میشه 2 سهم. بریم از آب شروع کنیم. دمای تعادل مساوی با یه دونه 30 تا میگیم اوکی. منهای یخ منفی 2 پله داره. 2 سهم ضرب در نصف دما به علاوه 2 سهم ضرب در 80 تقسیم بر کل سهما میشه 3 سهم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ آقا حواستو خوب بده به من. 2 10 تا میشه 20 تا. 2 80 تا میشه 160 تا. کلش میشه 180. 30 منهای 180 میشه موجود منفی. دمای تعادل منفی ما نداریم. دمای تعادل ما وقتی مخلوط میکنیم آب و یخو یا 0 درجه است یا بیشتر از 0 درجه. دمای تعادل منفی ما نداریم. پس هر موقع این جمله منفی شد، اگر منفی شد یعنی چی؟ یعنی دمای تعادل من صفره. یعنی چی دمای تعادل صفره؟ چه اتفاقی افتاده که دمای تعادل صفره؟ الان بهت میگم. آقا 2 ضرب در 10 که شد 20 مربوط به چی بود؟ مربوط به یخ منفی 20 بود به یخ صفر. پله اول. جمله دوم یخ صفر بود به آب صفر. پله دوم. 1 ضرب در 30 زور ما بود. همون چیزایی که تو تشریحی میگفتیم. حالا چه اتفاقی داره میفته؟ زور من 30، نیاز اولم 20، نیاز دوم 160. نیاز اول اوکی میشه ولی نیاز دوم اوکی نمیشه. یعنی چی؟ یعنی این حالت
تمام یخ ذوب نشده، من اینجوری تشخیص میدم دیگه، اون همه نمی نویسم. تمام یخ ذوب نشده یعنی دمای تعادل صفره. یعنی چی داشتی؟ یعنی مخلوط آب و یخ داشتی که دمای تعادل صفره. اینجوری تشخیص میدم که چه اتفاقی افتاد. بازم میتونه اتفاق دیگه بیفته. بله، یه مثال دیگه بزن یه اتفاق دیگه میفته که قشنگ من بفهمم. مثلا من میگم آقا 200 گرم دوباره یخ منفی 20 دارم، این بار میگم 10 گرم آب مثلا 10 درجه دارم. چه اتفاقی میفته؟ بریم انجام بدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. 10 گرم یک سهم، این میشه 20 سهم. دمای تعادل من میشه 1 ضرب در 10 منهای پرانتز 20 ضرب در 10 به علاوه 20 ضرب در 80. حالا چه اتفاقی افتاده؟ کل سهم 21. حالا نگاه میکنم کیو زور من شده 10، نیاز اولم 200، نیاز دومم چند میشه؟ 1600. زور ما حتی به نیاز اول ما هم نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی یخ منفی 20 تو حتی به یخ صفر هم تبدیل نمیشه. پس 10 کمتر از 200. یعنی چی؟ یعنی یخ منفی 20 حتی به یخ صفر هم تبدیل نمیشود. پس چه اتفاقی میفته؟ حالا میگیم یخ منفی 20 من مثلا میشه یخ منفی 8. حالا یخ منفی 8 داری، اینور آب تمام زورش رو داده شده آب صفر. یخ منفی 8 و آب صفر چه اتفاقی میفته؟ بچه ها یخ منفی رو بذاریم تو آب صفر، چه اتفاقی میفته؟ یخ منفی 8 رو بذاریم تو آب صفر. آفرین دانیال، آب یخ میزنه. پس حالا چی میشه؟ حالا دمای تعادل تو باز هم صفر میشه، ولی چی؟ ولی اینجا دیگه چی داری؟ اینجا مخلوط آب و یخ داری، ولی به جرم یخ چی شده؟ اضافه شده. پس میشه یه جور کلی بگیم؟ میگیم بله. جمله اول رو بگیم جمله آ، جمله دوم رو بگیم بی، جمله سوم رو بگیم سی. اگر آ از بی به علاوه سی بزرگتر میشد، دیدیم که دمای تعادل ما یک موجود مثبت میشد. اگر آ کمتر از بی به علاوه سی میشد، گفتیم دمای تعادل میشه صفر و من مخلوط آب و یخ داشتم دیگه، درسته؟ اگر آ با بی و سی دقیقاً مساوی بشه، دمای تعادل باز هم میشه صفر. ولی اینجا چی داریم؟ اینجا آب خالص صفر داریم، یعنی مخلوط آب و یخ نداریم اگر این دوتا جمله مساوی بشن. اگر آ کمتر از فقط بی بشه، اون موقع دمای تعادل باز هم صفره ولی به جرم یخ اضافه شده. من همه اینها رو میتونم از این رابطه نیم خطی بفهمم. به 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 به، داشت یا نداشت؟ اون هم مکافات حساب و کتاب رو میذاری کنار. پس آقا، دختر، خانم، بزرگوار، توی مخلوط آب و یخ که شرایط نهایت نامعلومه، فرض اینه که آب صفر بشه. اولین کاری که میکنی سهم‌بندی میکنی. طبق اون 4 جمله که بهت یاد دادم میذاری تو رابطت. اگه یخ منفی تتا داشتی 2 جمله داری توی منفی ها. اگر یخ صفر داشتی فقط 1 جمله داری. یه مثالم برای یخ صفر بزنیم که قشنگ دیگه همه چی اوکی بشه. مثلا من بگم 20 گرم یخ صفر دارم با مثلا 10 گرم یا 100 گرم آب مثلا چند داشته باشم؟ آب 40 درجه سانتیگراد. دمای تعادل چی می شود؟ خب بیام انجام بدیم. 200 گرم، 20 گرم، 100 گرم، 1 سهم، 5 سهم. بریم شروع کنیم. دمای تعادل مساوی از آب میشه 5 تا 40 تا منهای یخ، چون صفره فقط 1 پله داری. یخ صفر به آب صفر سهم ضرب در 80 فقط میشه دیگه، 2 جمله نداری.
تقسیم بر کل سهم 6. 5 تا 40 تا میشه 200 منهای 80. 120 تقسیم بر 6 میشود 20 درجه سانتیگراد. پس هر چی میخواد بهت بده تو از این رابطه راحت میتونی دمای تعادلت رو تشخیص بدی. هر سوالی داریم بگیم. بگین فهمیدین یا سوال داریم؟ غیر از این دو حالت که نداریم. آخری یخ صفر باید بشه آب صفر. پس یخ صفر و آب صفر فقط یه پله داره دیگه، دو پله مثل یخ منفی نداره. سهمش ضرب در 80. آ کمتر از سی نداریم. خب آ یا کمتر از بیه یه اتفاق میفته یا کمتر از بیه به علاوه سی میشه دیگه. غیر از این دوتا همون کمتر از سی هم که بشه انگاری از بی بیشتر بوده دیگه، پس میشه همون مخلوط آب و یخ. میشه یه سوال دیگه بگید حل کنیم؟ بله، چرا که نشه. حالا من میگم شما علمای کله پوک من حل بکنید. بذارید من تخته رو باز بکنم. خب علمای کله پوک تخته منو دارین؟ علمای کله پوک تخته منو دارین؟ خب بسیار خوب. علمای کله پوک بگیم مثلا بگیم 20 گرم یخ منفی 10 درجه با 100 گرم آب 80 درجه دمای تعادل چی میشه؟ بگیم. این یکی سوال یک. سوال دو، اینا رو من می‌نویسم شما تون حساب بکنید. مثلا 400 گرم یخ صفر با 600 گرم آب 40 درجه. ببخشید دمای تعادل چقدر میشه؟ 3 40 گرم یخ منفی 20 درجه با 10 گرم آب 4 درجه دمای تعادل چقدر میشه؟ بگید. اولی رو بگین. اولی واقع میگی صفر. خب بقیه هر کس گیر داره بپرسه. دست بالا، میکروفون میدم بپرسید. یا جواب بدین یا بپرسید. خب اولی مشکلش چیه الان؟ 0 درجه میگی دانیال تو هم. خب بقیه مشکلتون چیه که جواب نمیدین؟
خب صادق هم میگی 0 درجه. بسیار خوب. کسی هست بیایم با هم حل کنیم که مشکل داشته باشه؟ یاسمن چرا جواب ندادی؟ بیا با هم حل کنیم ببینیم مشکل چیه. میکروفونت اون موقع که خوب بود. بریم. یاسمن الو. یاسمن دومی هم 0 درجه. خب یاسمن خانم که فکر کنم کلاس ما رو پیچوندن رفتن. یاسمن هستی یا نمیخوای بیای بالا؟ من همه رو 0 به دست آوردم. خیلی خوب، من سریع انجام بدیم ببینیم که چیکار کردیم. درست رفتیم؟ خب 20 گرم 1 سهم، 100 گرم 5 سهم. پس میشه دمای تعادل مساوی با 5 تا 80 تا منهای یه دونه نصفش که میشه 5، یه دونه 80 تا تقسیم بر رفت بالا، تقسیم بر 1 سهم و 5 سهم 6 سهم. خب این که میشه 85. 5 تا 80 تا 5 80 میشه 40 400. 400 منهای 85 میشه 315 تقسیم بر 6. 5 و 3 8 9 به 3 بخش وزیره. به 3 میشه 1 5 به 3 میشه 2 15 به 2 میشه 7.5 درجه سانتیگراد. شما چطوری صفر پیدا کردید؟ شما چطوری صفر پیدا کردید؟ خب 20 گرمه، پس چند گرمه؟ شما با 200 رفتین؟ یعنی شما کورین واقعا 20 گرم و 200 گرم دیدین؟ حالا کله پوک هستین ولی دیگه چرا کورین؟ خب مشکل حل شد؟ مشکل حل شد؟ خیلی خوب، بریم دومی. 400 گرم 600 گرم. خب به 200 میشه 2 سهم، به 200 میشه 3 سهم. بریم شروع کنیم. دمای تعادل مساوی میشه. از آب شروع کنیم. 3 تا 40 تا منهای 2 تا. خب یخ صفر فقط 80 داره. تقسیم بر کل سهما میشه 5 سهم. خب 3 تا 4 تا میشه 120 تا. 2 تا 8 تا میشه 160 تا. پس این چون منفی میشه کوچکتر از صفره. پس دمای تعادل من میشه چی؟ 0. و ما در واقع چی داریم؟ مخلوط آب و یخ داریم. اینو درست رفتیم. 40 گرم 10 گرم. خب اینجا 10 گرم میشه 1 سهم، 40 گرم میشه 4 سهم. پس دمای تعادل من میشه یه دونه 4 تا منهای یخ منفی 2 پله دارم. پس میشه 4 تا نصفش که 10. همینجا دیگه معلومه، بقیه‌شو ننویسینم که دیگه تابلوه دیگه. یه 4 تا از 14 تا 40 تا کمتره. پس دمای تعادل من میشه 0. و چی شده؟ به جرم یخ اضافه هم چی شده؟ این از این. آقا یاد گرفتین؟ علما یاد گرفتین؟ قشنگ شیرفهم شد؟ خیلی خوب. سرعتشو حال کردین؟ به سرعتش چند تا مثبت میدین؟ چقدر کیف کردین؟ اینو میگم. دانیال که خیلی کیف کرده، یاسمن بی نهایت حال کرده، صادقم که خیلی حوصله تایپ نداره خب بازم خوبه 5 تا حال کرده، آریان هم زیاد حال کرده. استاد بله استاد جانم بگو نکته بعدی بگم. همین نکات بعدی دیگه بیشتر خرکیف میشین، بلا نسبتتون شیرفهم میشین، کیف میکنید. خیلی خوب بریم نکته بعدی. یا یاسمن کار داشتی به من؟ فقط گفتی استاد دیگه هیچی. خیلی خوب یاسمن گوش بده نکته بعدی رو. آقا نکته بعدی چقدر قشنگ. نکته بعدی من با یه مثال بهتون میگم، بعد ببینید که خودتون میفهمین یا نه. میگه من مثلا 400 گرم آب 80 درجه سانتیگراد رو
با مثلا ارزم به حضورتون 200 گرم یخ 0 درجه، نه 200 نه، 600 گرم یخ 0 درجه مخلوط میکنیم. خوب گوش بدید بچه. بعد ازم میپرسه میگه چه مقدار از یخ ذوب میشود. یه سوال خیلی ساده. خب تشریح بخوایم حل بکنیم طبیعیه دیگه، آب گرما میده، یخ 0 گرما میگیره، با هم مساوی باید بشن دیگه. پس MC دلتا تتایی که برای آب اتفاق میفته با ام الفی که برای یخ اتفاق میفته برابره. کسی با این مشکل داره؟ کسی با این مشکل داره؟ خب M میشه جرم آب شما، چقدر بوده؟ 400 گرم. C که C دلتا تتای آبتون از 80 میشه آب 0 درجه، خب میشه 80. امی که ذوب شده نمیدونم، الف هم که 80 سیه، این 80 سی با 80 سی خط میخورد، ام شما میشه 400 گرم. این 400 گرم چی میشه؟ میشه جرم یخ ذوب شده. درسته بچه ها؟ آقا چه چیز این مسئله خیلی خوشگله؟ چیش خوشگله؟ چیش قشنگه خیلی تو چشمه؟ نه، تتا نه. خوشگلش میدونین کجاست؟ خوشگلش اینه که شما اینجا 400 گرم آب 80 داشتین، آب 80. جرم یخ ذوب شده تو هم شد 400 گرم. پس چه نتیجه خوشگلی من میگیرم؟ بنویس آب 80 درجه به اندازه جرم خودش از یخ 0 درجه، 3-4 تا خط زیر یخ 0 بکش، آب 80 درجه به اندازه جرم خودش از یخ 0 درجه رو ذوب میکنه. 500 گرم آب 80 داشته باشی، 500 گرم یخ 0 رو ذوب میکنه. 1000 گرم آب 80 داشته باشی، 1000 گرم یخ 0 رو ذوب میکنه. این همیشه اتفاق میفته. تا اینجاش قشنگ بود. آب حتما باید 80 باشه. حالا سوال، اگه 80 نباشه مگه آب همیشه 80؟ اگه آب 80 نباشه چه غلطی بکنیم؟ پس اینجا می‌نویسیم اگر آب 80 درجه نبود تو میای تبدیلش میکنی به 80. یعنی چه خاکی تو سرم بریزم آقا، من که نمیفهمم. این کاری میکنی میگی آب تتا درجه هر چی که میخوای داشته باشی تقسیم میکنی بر 80 ضرب در جرم خود آبه میکنی، بهت جرم یخ ذوب شده رو باز میده. یعنی چی؟ مثال بزن. مثلا تو اگر 200 گرم آب، مثلا ارزم 200 گرم، همون 400 گرم آب 30 درجه داشته باشی، با مثلا 500 گرم یخ 0 درجه بگه چقدرش ذوب میشه، من چه کار بکنم؟ میگم آقا آب من 30 درجه است، 30 رو تقسیم میکنم بر 80 ضرب در جرم آب 400 بوده. این 0 و 0 8 با 40 میشه 5، 50 میشه 150 گرم. پس چقدر ذوب میکنه؟ 150 گرم ذوب میکنه. از 500 گرم 150 گرم ذوب میکنه. به همین راحتی. اینم یه فرمول خیلی قشنگ و خیلی سریع برای شما. تتا تقسیم بر 80 ضرب در جرم آب میشود جرم یخ ذوب شده. آقا من اینو با قبلی قاطی میکنم، از کدوم استفاده کنم تو مسائل آب یخ؟ این سوالی که همه میپرسن. برای شما سوال هست بچه‌ها که از راه اول بریم یا از این راه بریم؟ خیلی خوب، من بهت میگم این راه یه جورایی بچه اون راهه. اون میشه آقا اون اصله، اون راه اولی. حالا کی از اون میرم کی از این. هر موقع میخوای برای خودت بنویس. اول میگم گوش بده بعد بنویس. هر موقع آب تتایی داشته باشیم با یخ 0، 2 راه جلوی پای ما هست، یا راه اول یا راه دوم. تجربه استاد بهت میگه آقا
اگه بحث خواسته سوال روی دما بود، روی دما از اولی برو، چون اون دما رو بهت میده. اگه خواسته سوال روی جرم ذوب شده یا جرم باقی مانده، اصلا کلا روی جرم بود، از این برو. پس حالا بنویس هر موقع آب تتا با یخ صفر داشتی، 2 راه جلوی پاته. راه اول، راه دوم. راه اول دما رو بهت میده، راه دوم جرم رو بهت میده. دیگه بستگی به سوالت داره. اما اگر یخ منفی تتا داشتی، فقط راه اول جلو پاته. این برای یخ صفر. اگه یخ منفی تتا داشتی، فقط راه اول، یعنی سهم‌بندی جلوته. دیگه هیچ غلطی نمیخواد بکنی. شیر فهم شد؟ کله بخور. شیر فهم شد؟ آفرین. آفرین. کی گفته کله شما پوکه؟ کی گفته کله شما پوکه؟ من گفتم؟ من کی گفتم کله شما پوکه؟ من گفتم کله شما اتفاقا پره، ولی پر گچ لامصب. جای فسفر چیزی توش باشه پوک. چی میگن؟ گچ. آره آره. پر لامصب ولی پر از گچ. حالا بعضیتون یه مقدار سیمان سفید هم زدین، دیگه خیلی محکم شده. دیگه یه کاری کردین که هیچی اصلا جلودارش نیست لامصب. خب حالا میمونه چطور از این استفاده کنی. آخ آخ آخ، بمیرم که آیدا امروز ساکته، کلاس ما ساکته. آخ آخ، قدر آیدا رو بدونید حالا. آخ 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 آخ، بچه زبون بند شده تفلک. بریم از این ملاها دارن دعا میگیرن براش دعا بگیریم زبونش باز شه تفلک، صداش از خروسی در بیاد. حیف این بچه. حالا چهارشنبه خوب شدم جبران میکنم. باشه. خب بچه ها، اینا رو گفتم.